شما ببینین دوستای عزیز، وقتی که یک طفل تازه به دنیا می آید، قرآن بیان میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. یعنی میگه طفلی که تازه به دنیا آمده الا 2 سال را باید شیر مادر را نوش جان کنه. یعنی وقتی که یک طفل تازه به دنیا می آید، تازه متولد میشه، بر او قرآن برنامه داره. از او وقتی که میگذریم در مرحله نوجوانی میرسیم، در مرحله میرسیم که ما باید زحمت بکشیم، باید سر زندگی خود باید برسیم، باز هم قرآن آیه داره، باز هم قرآن برنامه داره. اگر شما متوجه باشین در سوره مبارکه عصر الله متعال بیان میکنه فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا، فإن مع العسر یسرا، یعنی میگه بعد از هر سختی چی است؟ آسانی است. عموما بیشتر ناامیدی ها که اتفاق میفته در نوجوانای ما اتفاق میفته. نوجوانای ما بیشتر ناامید میشن، یا از زندگی ناامید میشن، یا کاری را که آغاز میکنن از کار خود ناامید میشن، یا مسیری را که در زندگی طی میکنن، مسیری را که به خاطر اهداف خود دنبال میکنن، اون مسیر را وقتی که میپیمایند ناامید میشن. قرآن برش برنامه داره، میگه فإن مع العسر یسرا. آیه بعدیش میگه إن مع العسر یسرا. اینجا در آیه دوم الله متعال ضمانت میکنه، یعنی میگه بعد از هر سختی آسانی است. باز میگه یقینا که بعد از هر سختی چی است؟ آسانی است. یعنی خداوند الله متعال ضمانت میکنه که بنده من به خاطر چی ناامید است. اگر زحمت میکشم، اگر رنج میبینم، اگر مشقتی در زندگیش است، اگر مشکلی سر راهش است، این مشکلات زودگذر است. پس قرآن در هر مرحله از زندگی ما و شما برنامه داره و پلان داره. از او گذشته در بخش صحت یا در بخش سلامتی ما و شما الله متعال بیان میکنه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. قرآن، آیه های قرآن یا قرآن نازل شده به خاطر شفا. این شفا به